حدیثی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان ابلیس یدعو عرشه علی الماء. شب که میشه شیطان کرسی خود را یا تخت خود را روی آب میگذارد. شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه در اشعة اللمعات می نویسد، میگه منظور از تختی که بر آب گذاشته می شود این تکبر و غرور شیطان را نشان می دهد. خداوند با همان استدراجی که به دسترسش گذاشته تخت خود را روی آب می گذارد، بعد لشکر خود را صدا می کند به اطراف خود. ثم یبعث سرایاه یفتنون الناس فادناهم منهم منزلة اعظمهم فتنة. شیطان لشکر دارد، جوجه دارد، پیرو دارد، اینها را به اطراف خود جمع می کند، لشکر ترتیب میدهد، بعد میفرستد یفتنون الناس یضلون الناس تا مردمان را گمراه کند. وقتی که شب می شود گروه می آیند، از هر کدام پرسان می کند تو چه کار کردی؟ فیقول فعلت کذا و کذا. یک گروه میگن ما رفتیم 2 نفر را به جان همدیگر انداختیم، یک گروه میگه فلانی را وادار کردیم غیبت کنه، تهمت کنه و به همین ترتیب. و بعد فیقول ما صنعت شیئا، شما کاری نکردید که خیلی زیاد ارزش داشته باشه، کاری را انجام ندادید. و بعد ثم یجیء احدهم فیقول ما ترکته حتی فرقت بینه و بین امرأته. یک شیطانی می آید میگه از صبح که رفتم به داخل یک خانه داخل شدم، بین زن و شوهری که بسیار محبت بود، بین اونها کار کردم تا اینکه بین زن و شوهر جدایی آمد. ادامه حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند وقتی که این گزارش داد فیدینینه منه و یقول نعم انت قال الاعمش اراه قال فلیلتزمه. شیطان او را به آغوش میگیرد، شیطان بزرگ، و بعد معانقه او را میبوسد و میگوید کار بجا را تو کرده ای. چقدر امروز بین جامعه ما، بین فامیل ها و خانواده ها میبینیم با اندک مسئله، شاید با اندک مسئله که میگویم یا دک شر شده یا شیرین، میبینیم قضیه بالاخره به کجا میکشونه؟ ابغض الحلال عند الله الطلاق. قضیه به طلاق کشانده میشه. وقتی که در خانواده بین زن و شوهری که مهر و محبت نبود، حالا اگر طلاق آمد و این زن و شوهر به خاطر شرم و حیا چیزی هم به دیگرها و به قرآن و شریعت مراجعه نکردن، خواب بیداری اینها چی می شود؟ طفلی که به وجود می آید چی می شود؟ و به همین ترتیب حالا اگر طلاق هم نباشه، همیشه بین زن و شوهر وقتی اختلاف باشه، فرزندا وقتی تماشا کنن و ببینن درس اختلاف و درس جنگ و جدال را از این کانونی که گرم بوده شیطان او را به سردی تبدیل کرده، از اینجی فرزندا یاد میگیرن. اینه که شیطان او افرادی که تفرقه بین زن و شوهر میندازن، شیطان او افراد را میگیرد میبوسد و به همین ترتیب او را استقبال میکند، میگه کار به جا را تو کردی. پس امیدواریم که خصوصا جوانان عزیز، خواهرانی که در نماز حضور دارن، خواهر و برادر، همه متوجه باشیم. شاید گرد نمک شیطان اضافه تر به دیگ بندازه، شاید بالاخره مشکلات دیگری ایجاد بکنه. شیطان خیلی کارهای کلانی نمیکنه که یک قبیله به جان هم دیگر میافتن، بسیار کارهای جزئی داره، ولی او چه کار میشه و مرور زمان بزرگ